که همین تلفن‌ها بسیار در خلال می‌تونه همین بسیار خلال می‌تونه خیر شد همون اگر به آواز کنین خوب می‌شود زیرا غزالی اگر پیزیبا دارم میگه که خداوند بنده را بعد بینه سه چیزش میتونه سه چیزش میگیره یکم میگه صحبتی اهل علم در موفق میکنه و قبولش میگیره حقیقتا جای بابای نعمتالله آمدی و برای تو فقط همون یکم دیم همون یکم بسیار رسید دیگه ای جهت مقصد گوییم پند نصیحت هیچی بهره نبودی این میگه نفری هست که خدای را بد میبینه بد که دید همین است و در همین صحبت های ما هم برادرای عزیز همین چیزا باید خلال میتر از آداب صحبت هم همینه که در حالت های بینید در دل نماز وقتی شما میدونید که همه کار دنیا برای شما دیگه حرامه فقط باید که هوش گوش در عبادت باشه همین موعظه عبادت هست همین لحظه که شما در امر با معروف میشینید گوش کردن همین واجبه اگر در همین شما اهمیت ندین و با کار و بارختون مشغول شین شما در همین گناهگار میشین حتی محمد عمر سربازی را خدا رحمت کنه میگه سه خواب میگه بدترین خوابه سه خنده هم بدترین خنده از خوابهایش که میگه بدترین یکتش همین است میگه که وقتی در حالت امر به معروف آدم خواب کنه بدترین خنده هم یک خنده شمیه که در حالت امر به معروف او قطعی اگان برادر صحبت رو خندیده است اوجا امر معروف است و همین این چیزها را برادرای عزیز برای خداتون بدونید برای چی در مذهب خودمان وقتی میای ملا امر معروف داره تحیه مسجد خواندن اجازت نیست زیرا میگه امر به معروف واجبه تحیه مسجد در مذهب ما مستحبه خونی ثواب نخونی گناهگاری نداره برای میگه امر واجب قدمتره الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله حضرت مولوی خدا رحمت کنه جلال الدین رومی گفت جانور فربه شود لیک از علف آدمی فربه زیعیز است و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق نوش برادر از اینجا کلمه فربه گاو از راه نوشیدن و خوردن فربه می شود بازاردارا می شود خریدارش بسیار می شود لیکن انسان صاحب مرتبه و منزلت از راه گوش می شود اگر گوش های شما برادرای عزیز گوش کننده باشد انشاءالله شما همون عزت و خیر در میابید اگر با شرط برادرای نمیجه نفری هست که شاید گوشش طاقت گوش کردن ندارد یا در او خواهش همی گوش کردن نیست این برادر عزیز در پیشگاه خداوند از زمره بندگان خوب نیست از زمره بندگان خوب نیست با یک مصرع ها را من از جنونی میخواندم یک وقت دورای بگیم در منبر بدم ما کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار ندانم من سعیدم یا که بدبخت بهشتیم و یا در عقبه سخت یک کس پیش حضرت اومد پیامبر که غیب نمیدانست گو حضرت امیر مرا نمیدانید که من بدبختم یا نیکبخت نمیدانید که من جنت میرم یا مقصد دوزخ برادرها اگر اولی گپ دوامش نگم چقدر بندگانی بودن که همیشه هوش و گوشون ببینید که همیشه هوش و گوشون در همین بودن که یکی از زمره بندگانی بدبخت نباشون یکی عاقبت من به جهنم نبره یعنی دویم در یاد دین شون بودن برادرها همیشه در یاد بندگی بودن یعنی در قلبه هاشون ترس خدا را برادرها پرورش میکردن زیرا پیامبر نازنین گفت است کسی اگر در قلبش ترس خدا داره
او را ترس خدا به سعادت میبره میرسونه. وای به حال کسی که نه ترس خدا دارد نه یاد خدا دارد. ها خواجم باغداری ها دارم، مسلمانی ها مسلمانم، تمام. وای به حالی این برادر عزیز، این نفرهایی که فقط همه گپش دمی با در سوره حج داریم و من الناس ما یعبد الله علی حرف. خدا میگه بعضی از بندگانی دارم که فقط عبادتشون همین زبان شونده، تمام، در عمل در حرکت نیست. یکی این بنده ها روی همین قدر عبادت میکردن. این صحابه و برادر عزیز بی نهایت پایبند عبادت دن، با میترسیدن. سخن حضرت عمر است که بسیار یک سخنی بلند دارد، ولی من چند خانه تاجیکستان را برم، بازی بچه ها عجایب با یک پیشروی ها کردن. انا داخلای پردیز در شعر می نویسن، در درونای خانه هاشون شعر می نویسن. یک شعر روسی ما نداریم دیگه، شاعر نداریم که، کلاسیک نداریم که. این شعرهای ما تا سازمان ملل متحد بنی آدم اعضای یکدیگر رفته است، در بالای دروازه و جا گرفته. امروز در پردیز ما دو مصرع شعر روسیه، حیران میشه. یک چیزی گپ تاجیکی هست که میگه سپاژدیک به سپا، یکی همتری موافق. همین قدر چیزهایی که ما داریم لایق همه پدیزهای ما، خانه‌های ما، این مصرعایی که میخوانیم از این کتابا، اینا در عالم این خیلی نصیحت نیست برادر عزیز. هیچ ملت دنیا این خیلی آدمای بزرگ مقصد در دنیا گذاشته رفتگی نیستن. سخن حضرت عمر برادر عزیز که اگر روز قیامت الله مهربان گوید که همه به جنت می رود مگر یک نفر، حضرت عمر گفت ترس دارم که همون یک نفری که جنت نمی رود من همون منم. با این قدری که برادر عزیز بشارت هایی که به حضرت عمر بود، اگر همه گوید همه از عذاب جهنم خلاص مگر یک نفر وارد جهنم شد، حضرت عمر گفت ترسم همین است که همون نفر منم. انسان میگه باید انا همین خیر باید حیات برم، در بین ترس و در بین امید. انا که این صحابه آمد و پرسید ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتی هم یا در عقبه سخت. حضرت چیش گفت؟ بگو حضرت ما آلایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک. اگر مایل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. اگر گفت به شرطی که شما در محفلی مثال امری به معروف نه از منکر آمدی و بسیار یک لذت بردی، بسیار استراحت کردی و شاید گفتی که الحمدلله رب العالمین که امروز چه یک روزی با سعادتی برای من بوده است، بسیار روزی بهترینی من روزی مامین. اگر میگه وقتی در تو این خواهشا پیدا شد بدون بچم که تو بنده با سعادتی نیک بختی و تو انشاءالله داخل جنت میشوی. ولی در دامش چی میگه؟ دلت گر صحبت نیکان نخواهد بدان که دوزخ سوزان میخواهد. لیکن رفتی بچم در این درون مقصد بسیار ناراحت شدی. نه تنها همین مقصد، حتی تلفن هم بسیار آدمی است که ممکنه که امری به معروف و بینم بگه بیا مثال دیگه شتا بریم یگان سی با بیمانه دیگه شتا تماشا کنیم. ها وقتی در دل تو همین مهر نیست، همین محبت نیست، پیامبر گفت که تو سعادت نداری بچم و تو را مقصد این انتخابت و این به توفیقی تو را جنت نمیبره. زی لحاظ برادرای عزیز این بسیار یک نیکبختی در حدیث قدسی خواندم که الله مهربان گفت است که کدام بنده را که گوش کردن ده خواهش داره، دستاش از گرفتن حرام دویم ترس داره، پاهاش در معرکه‌ای که در اونجا فسق و فساد رفتن ده حرکت نمیکنه، این نزدیکترینی بنده به سوی منه. وقتی در عضوهای همین توفیق باشه،
زیلی هاست برادرای عزیز. همین تاکیدها را اگر بگیری همشا چرا اینقدر تاکید میکنه؟ آیا ایرا ما این که حرفی من نیست؟ من شما را هر چی گفتیستم ادرساش هم میگم در کجای. چرا اینقدر ما را تاکید میکنه؟ زیرا برادرای عزیز یگانه چیزی که ما را تربیه میکنه، برای بهبود میبره، برای نیک میبره، این سخن خدا و پیامبره. کسی اگر ایرا سرمشق زندگیش با خدا قسم انتخاب کند، خیر دنیا و آخرت میآورد. بگیم از همه دا آدم بیزیان بیزرر، آدم خوب، آدم نیکبخت همون انسانه. زیرا ما سوره زخرف داریم. در سوره زخرف الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. الله میگه وقتی که شما اگر از گوش کردن میگه ببینین خداتون دور کردین، یعنی نخواستین یا خواهشتون نشید یا نفرت پیدا کردین، الله میگه در جای آن که تو باید سخنی یک اهل علم گوش میکردی، سخن یک عالم گوش میکردی، سخن یک پیامبر گوش میکردی، مادام را انتخاب نکردی، نقیض له شیطان فهو له قرین. ما در عوضی شیطانت میتونم همیشه دلالتی تو را دیگر لجامی تو در دست همون شیطانه و تو را دایم او آدم همین خیل دلالت میکنه که انمی کار درسته، انمی انتخابی درسته. سیگارت کشیده دل تپر میکنه، هیچی گپی نداره، همون دل تازه باشه. خب عرق نوشیده سای همه ای خدایا لک بخشه میبخشد. همین شیطان تو را برده سای، یعنی تو سخن همون را او با دل تپر میکنه. الله میگه که حالا که تو را رفیقت همون شیطانه، زیرا تو این حالت قبول نکردی. تا زمان برادر عزیز این شیطان همراه تا که وقتی در جهنم نشان میتونه که انا همین بود که تو را آورد به جهنم، انا همین بود. زیرا تو در دنیا مقصد انتخاب نکردی این خیل شنیدن های این خیل محفل ها را. خدا رحمت کنه. دوستای خدا میگه همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا. همین ناصر خسرو در کلیاتش میگه دو چیز سرمایه امره، یکی آب یکی نفس. اینم بی آب و بی نفس ما و شما حیات نیست کو. میگه همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. انا همین سخن ها برادر، انا همین دلالت ها، انا همین شنیدنی ها، انا همین ها میگه رنگ آب و رنگ نفس برای ما مهمه. الان خصوص برادرای عزیز در همین ملک هایی که شما آمده دنبال زندگیتون حرکت دارین، در اینجاها که با فسقش، فسادش، ممکن محیطش، خب یعنی از هر جانب فرزنداتون، خداتون، زنهاتون، دختراتون زیان داده میتونه، اینجا دا با بیشتر گوش کردن برای شما بسیار مهمه. بسیار برای شما مهمه برادر است. گلی که بوی ندارد با او چمن حیف است. دلی که درد ندارد با او بدن حیف است. کسی که فهم ندارد با او سخن حیف است. سری که سجده ندارد با او کفن حیف است. خدا رحمت کنه از خدا. گلی که بوی ندارد بر او چی حیف بود؟ چمن حیف بود. گل شما این برادر است. در همین چمن اگر مثل میزنه شوید، نمی یک چمنزار داود ببینید، اگر یکان گلی بیبوی باشد او قدر در بین او گلی زیاد او را انتخاب نمیکنند. در بین بنده ها هم که اگر بنده با خدا نباشی، از خدا ای شریعت و ای تربیت دینی دور باشی، برادر است تو با مثال همون گلی بیبویی. دلی که درد ندارد با او بدن حیف است. وقتی در درون دل شما درد دین نیست، برای چی صاحب چهار کتاب میگو غم دین خور که غم دین است. همه غم ها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است. هیچ کس در جهان نیاسوده است.
دل مؤمن باید غم دین داشته باشد. برادران عزیز، غم دین در دل مؤمن باید باشد، دائم در فکر دینش باشد. میاییم به سر حدیثی که من خواستم برای شما گویم. ابن حجر اسقلانی در کتابش میاره از نام پیامبر میگه اربعت جواهر فی جسم بنی آدم یوزیلها اربعت اشیاء. شما هر کدامتون 4 چیز بسیار قیمت دارید. یکی حضرت میگه صد افسوس که باز 4 چیزی خیلی زیشت را در قبول میکنی که این 4 چیز قیمت های شما میگیره. چیزهایی که در شما قیمت هست چی است؟ عقل، دین، حیا، عمل صالح. 4 چیز در شما بسیار قیمت های. جواهرش گو وقت شده مگزین های جواهرات بود، در اونجا چیزهای قیمت با میفروختن. یعنی در شما 4 چیز بسیار قیمت بدهید: عقل، دین، حیا، شرمگین، حیا، عمل صالح. 4 چیزی که این 4 شما را برادر نابود میکنه. غضب عقل تانا میگیره، غضب عقل تا میگیره. حسد، بخیلی کردن، دین تانا میگیره. طمع به معنای دست به سوی مردم دراز کرده و طمعکاری کردن. حیا تانا میگیره، حیا، شرم تانا میگیره. غیبت عمل صالح تانا میگیره. برادرای عزیز، حقیقتا عقل، دین، حیا، عمل صالح بسیار نعمت‌های بزرگی هستند. اگر هر 4 اینها در شما جمع شود، شما با خدای مهربان قسم خوبترین بندای خدا میشید. خود همین ابن حجر اسقلانی میگه تو ولی من خوش به حال آن کسی که اداره کننده او عقل هست. وای به حال آن کسی که هوا و هوسش اداره کننده او باشد. ولی این 4 چیزی که در ما از همه بدترین چیزی که میگیرد، از اینا شما خودتون برادرای عزیز بسیار کنار بگیرید که اینها بسیار در ما و شما غضب میگه عقل تا میگیره. حقیقتا عقل مقابل غضب میروه. در حالت غضب دیدین که دیگه عقل پوشیده میشه برادر عزیز. کنترل در دست غضب است. خدا رحمت کنه حضرت جونی را میگه که زبان را در غضب نیکو نگهدار. زبان نزد غضب ها میشود مار. غضب ناگه دل رنجیده ای را کند محزون و مجروح بنده ای را. حالت غضب در زبان رنگی مار میشه. میگه ده ها دل میگزه، ده ها آدم ملال خسته میکنه. شما در حالت غضب زناتون طلاق میکنید، در حالت غضب پدر مادرها را میرنجانید. ببینید در حالت غضب فرزندا را عاق میکنید، در حالت غضب با برادرها جنگ جنجال میشید. همه این حالت غضب دارید. همچنان حسد هم دین تانای بین میبرد. بخیلی. لیکن همون چیزی تاجیکی مون باید فراموش نکنیم. با خدا دادگان ستیزه مکن که اونو را خدا داده. قرآن میگه تو تل ملک من تشا. کسی را میخوام مالش میتم، ملکش میتم، عزتش میتم. یا تو عزو من تشا. کسی را میخوام آبرو میتم، قدر قیمت میتم، من دادم. و تو زیل من تشا. ببینید با اگر و تنزع ملک می من تشا، با میخوام ای کسی خوام با ملکش میگیرم، کسی را میخوام
بسیار مثال قیمت آبرو شرفش میبرم. لیکن ما حسد یا بخل ما بسیار بی‌موریده. همچنان طمع برادر عزیز یا غیبت. غیبت عملهای صالحمون از بین میبرد. مقصد من همینه برادر است که در ابتدا هم گفتم بسیار برای شنیدن حرکت کنین که بیشتر گوش کنین. امروز امکانیت های گوش کردن بی نهایت زیاد شده و نصیحتم همینه که از همین 4 چیزی که 4 جوهر از ما میگیره اینها را حرکت کنین که در خداتون برادر از راه نتین که ببین عقل تا میگیره، دین تا میگیره، حیات تا میگیره، عمل صالح تا میگیره. الله مهربان خیر دنیا و آخرتون بده برادر عزیز. اگه من یک ممکن ای هفته زیاد چید لیکن چند شهرها در همین یک روز دو روز سراسیمه به خاطری که کم ترک ممکن بعضی کارا میبراید، بعضی ها مشغولیت ها میشود. همون سال گذشته زنگ مزده که بیاین درو با گشته رفتیم، امکان داردیم و سفرمون هم یک کم تا درازتر که قوت میکنیم نمیدونم اکنون. لیکن در همین چندین شهرهایی که گشتیم برادر عزیز بسیار شکایت ها بین برادرای تاجیک زیاده، خیلی زیاده. علاوه خصوص آدمایی که کارفرما هستن حق مردم نمیتن. بی نهایت این چیز در بین مردم زیاد شده است. از خود مسلمان ها اگر غیر مسلمان باشه ما مقصد کیده داد ما نمیدیم. بین مسلمان با مسلمان بسیار جا در رفتیم حالا دو جوشی و چکایی که علیف ها نمیشناسن. نمی علیف ها نمیشناسن. علیف چیه؟ نمیشناسه و دعوا دارد که همین شرطه که ما در مذهب حنفی باشیم. این قاری بودن شرطه. در همین مذهب بودن برای خودش به حد ناراحت احساس میکنه. عیبی نمی همین گوش کرده کدام آدم میره نامعلوم مثال خب در مذهب بودن اولی نمیداند که همین مذهب مقصد چی ماهیت دارد، مذهب چگونه پیدا شد. خب پیروای مذهب مقصد آیا ای چی پیروی دارند؟ این روی دنیا در هر یک علما هر یک دانشمندای را بخدا خود همین امام بخاری را بینید. خود همین امام بخاری که معتبرترین کتاب بعد قرآن صحیح بخاری خود شافعی مذهب. یک محمد تقی عثمانی داره حاضرم زنده است خدا رحمت الله باقی عمرش نیک گردانه. پیران سال شده است. در وقت عربستان رفته است گفتن که حضرت دیگه تر پیروی مذهب حنفی چی حاجته؟ مقصد حرفای تر مازی دیگر اینقدر علمت بلند است که برآمد تمام نمیفهمیم حتی دیگر. همون هم در گفته است من یکی از شاگردای بسیار خردی مکتب حنفی هم. یکی بچه‌های ما همین یاشیوش بچه‌ها نمیدونم یا را کامی در همین ذهن‌هاشون یا عیبیه یا یکان تک همین بینا ده هست که همین از سوال دارن همین در قبر ای مذهب میپرسد. یک سوالی برای بسیار ابلهانه بسیار ابلهانه در قبر ای مذهب میپرسد یونی. برای همین این چیزها را هم برادرای عزیز اهمیت بتین. پیروی ای مذهب این فخره. ما خدا را سپاسگزاریم که الله مهربان این خیلی عالما را آورد که نمیرن که یک دمی رای دریا در ایستادن و خیلی که همین سیدکه میزنیم که همین آوی تازه میگذره و موسرش میسته یا انامو رولا بازیدن. در تا زمانهای یارا چندین حدیث ها را دشمنای دین همچون حدیث گفته در آوردن. این مردکا حدیث صحیح را ای غیر صحیح جدا کردن ما دادن. نمی آش تیاره که خوردیم مذهب نمی آش تیاره. خود ابو حنیفه میگه سخنی مرا در آیت در حدیث چین کرد نیافتیش در دیوار بزنش. این قدر باوری قطعی.
یک نفری که بیچاره هیچی را نمیداند میگه ابو حنیفه هم میگه مردک بود که ما مردک. برای همین برادرای عزیز این مسئله را هم خداوند که در این منطقه هم نبودنش برای ما بسیار خیره. ما میخواهیم که مثال مردم ما ای وقت حنفی بود باید برادرای عزیز مذهب ما به همین حنفیگی برود. اگر چند ما خاک پای امام شافعی یا امام مالکیم یا امام احمد حنبل دنیا هم همین در زیر این 4 مذهب هستند، لیکن منطقه ما مردم ما ای وقتش که به همین رفتن خب باید که ما هم به همین چیز قدم به قدم بریم برادر عزیز. زیرا که در داخل این یگان چیزی نیست که ما بگیم که ما راه نادرست رفتیم. روزی قبلا در خانه برای ما در باب تقوای گپ زدم، گفتم ابو حنیفه را در همون کوفه عراق یک گوسفند گم میشود، میگن حضرت میرام میپرسه که همین گوسفند چند سال عمر دارن؟ یک از میگه 7 سال، یک از میگه 8 سال. حضرت 8 سال گوشت گوسفند نخورده که یکی دگان معرکم و گوسفند گم شده را من نخورم. میگه دایره میگه دید یک دسترخوان ظالم، یک آدمی ظلم کردگی دسترخوانش میگه در دریا تکید تا آخر عمرش دیگه ماهی نخورد. گویا که هم ماهی را نخورم که نان همین ظالم خورده باشه. اینقدر اونا احتیاط میکنن برادر عزیز. این روز ما یک نفری که 5 وقت نماز مناساز نمیخونیم همین شرط هست که مذهب حنفی باشن. خیالش که مذهب حنفی در دست ما. برای همین برادر عزیز بسیار احتیاط کنین، یک دیگر از سخن نبرین، سخن نیارین. این چیزا هم در بین بچهای ما بسیار برادرای عزیز مناسبت همون رو ویران کرد. حضرت پرسید اتدرون من العصر. حضرت همینجا بگیم استادگی و صحابه گفت میدونین که گزیدن چیست؟ عزه. بعد گفتن که الله و رسول اعلم. اصحاب گفتن حضرت خدا و رسولش میدونه گزیدن چیه؟ گفت نقل الحدیث من بعض الناس الی بعض لیفسدوا بینهم. گفت سخن یک آدم گرفته نزد دیگر کس بردن تا بین اینها خرخشه و جنجال و نافهمی شود. گفت این را میگن گزیدن. برای همین برادرای عزیز سخنبری، سخنیاری، خدا رحمت کن شیخ سعدی را همین سخنبرا را بسیار خوششون میگن. میگه در برابر چو گوسفند سلیم، هم آدمایی که همین کارشون نمیاد، عادتشون نمیاد، در خونشون نمیاد، میگه رنگ گوسفندن. گوسفند چخیر جانوره که همین تملایی میخشود همین گوشاش نه که خشو میکپه، همین گوش کدن میگه خودش ملایمه کم که خیتری آدم ایده بسیار خیتری ایو. میگه در برابر چو گوسفند سلیم، در کفا چون گرگ مردم خواه. هر که عیبی دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیبی تو پیش دیگران خواهد برد. اینجا عیب آورد گفت با است گپ همه گیره با برده در جای دیگر میرسان. این را مقصدش همینه. اولی همین سخنبرو را یک قصه کنم وقت هسته اگه دهنم نو گرم شید. انا میگه یک نفر میگه بازار ده وقتش ده غلام فروشی بود آخی آدم ها را میفروختن میاردن غلام همچه غلام کار میفرموندن. یک کس رفت میگه دید که بسیار مرده که بسیکای همه خیلی دیگه با قوت های وقتش ده برای کار جدا میکند. بعد گفت که من میرم میخرم. بعد صاحبش گفت که یک عادتی بد داره. گفت چه عادتش؟ گفت همین سخنبره. این خیلی گفتی من چی سخن دارم میبراخی؟ من قطعی میشیدم رازی دل میکنم یک غلام کار کردن میگیرم. آه سومشه بگو چند سومه؟ 8 سومشه گیر بردش میگه. برد میگه یکون محق خانهش در خدمت کرد که پیش زنش در گفت ینگه همین مرده که تکر گفت بین خدمون منای مرده که زنگیره. همین مرده که گفت زنگیره. بعد میگه زنک زیگ شید. کدام زنک بشنوه شوش زن میگه خسن میشه. بعد زیگ چید. بعد گفت زیگ نشه. زیگ نشه گفت من با یک هنر دیگه هم دارم. با میتونم که دیل همون را خنک کنم زن نگیرم.
ای گفت خیلی بهترین میشود. یکی گفت یک کار کن در کار همین یک 3-4 دانه همین ریشه ای قسم پایانه که ای بالا نه همین قسم پایان است 3-4 دانه ماده همین پشمای ریشش در کاره. ای گفتی چی مشکل ندارم من شب میگیرم میارم مقصد سری میتونم. رفت پیش مرده گفت یک گپ بگم همین اویلا گفت با فکرم که یگان تلگه یفتگیه. گفت چی با؟ گفت همین شب با دانشی من همین شب همین باید ترا با قتل برسونه ترا باید نابود کنه جاده دیگه کسم میاره. گفت احتیاط کرده با خواب داز گفت میبینی خیلی مرد بیچاره زنک همین یک قیچک هم میگیره همین میام مرده خیلی با خواب داختنده که خیلی قیچی داخی همین کسی بینه میترسی که میگه مرد کشتنی اومد همین دره رو میگیره قیچی رو همون زنک هم میزنه با هم قیچی. خب صاحب کتاب میگه زد زنک هم میگه مقصد با قتل رسون گو این بدبخت هم این قدری در خدمت میکنی این میگه این اراده مرا کشتن کرده است. این در عرب ها یک کس میکشی اگر جنگ قبیلوی میشی میگه قبیله او خیست آمد قبیله ای را زد در همین جنگ میگه 100 آدم میگه به هلاکت رسید. ای پشت یک آدمی که یک سخن بود یک نیده چقدر این کارا شومی داره برادر است. برای همین این چیزا باید در بین مردم مسلمان نباشه برادر است. ای ما هم در بین یکدیگر میبریم هم سیرهای شما را در مقامات ها حتی برده میرسانند. برادرای از من این چیزها را از همین درونای خودتون شنیدم که مثال ببین این بسیار یک بی‌حد به خدا قسم کار زیشت داریم بسیار کار زیشت داریم. وقتی الله بگه اینما المؤمنون اخوه شما برادر باشید. پیامبر میگه المسلم اخو المسلم مسلمان برادر مسلمانه. باید یکدیگر را ما هیچ وقت تسلیم نکنیم یکدیگر را به این کارهای زشت برادرها خفه نکنیم. الله خیرتون بده. الله مهربان نگهبانتون باشه. خدای مهربان آن چیزی را که به خاطر خدا گفتیم خدای مهربان از ما قبول کنه ما را توفیق عمل کردنش نصیب کنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.